السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. در این مدت 40 سالی که بنی اسرائیل در بدر بودند، هارون علیه السلام وفات کرد و بعد از 2 سال موسی علیه السلام وفات کرد. موسی علیه السلام را در زمین سرخ در نزدیکی بیت المقدس دفن کردند. رسول الله صلی الله علیه و سلم شب اسراء و معراج وقت سفر کرد به بیت المقدس، یعنی به فلسطین، رسول خدا فرمودند موسی علیه السلام را دیدم که در قبرش نماز میخواند. یعنی پیغمبران الهی بعد از اینکه از این دنیا میروند حیات خاصی دارند در حیات برزخ و تا روز قیامت پیغمبران الهی عبادت میکنند. الله متعال در بین بنی اسرائیل یوشع ابن نون را پیغمبر اختیار کرد. یوشع ابن نون شاگرد موسی علیه السلام بود و علم را از موسی علیه السلام آموخت. یوشع ابن نون ابن افراهیم ابن یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم است. یوشع ابن نون از نوادگان یوسف علیه السلام است و اکنون یوشع ابن نون پیغمبری بنی اسرائیلی ها شد و وقتی رسیده بود که به طرف بیت المقدس بروند و بیت المقدس را آزاد کنند و خودشان در آنجا زندگی کنند. یوشع ابن نون مردم را جمع کرد، قومش را جمع کرد و گفت همتون میدونید که 40 سال شد در بدر هستیم و وقتی رسیده است که باید بیت المقدس را آزاد کنیم و زندگی را در آنجا کنیم. اما در درون بیت المقدس مردمان بسیار با قوت و عظیم جسم بودند و با آسانی به آنجا در آمدن نمیشد. یوشع ابن نون گفت شرطی دارم. مردم گفتند به هر شرطی تیار هستیم. یوشع ابن نون گفت لشکری تیار میکنم و در آن لشکر 3 قسم مردم را نمیگیرم. یکمین همان شخصانی که تیاری برای ازدواج کردند، آنها را نمیگیرم، برای اینکه وقتی در لشکر آنها باشند همه وقت فکرشان برای ازدواج است و شاید جنگ نکنند. دوم قسم کسانی که مال و گوسفند دارند، یعنی گاو و گوسفند دارند، آنها را هم در لشکر نمیگیرم، برای اینکه آنها انتظار زیاد شدن مالشان هستند. و سوم همان قسم مردمی که خانه بنا میکنند، یعنی خانه را بنا کردن تا اخیر نرسوندن. این قسم مردم هم در فکر بنا کردن خانه هستند و شاید جنگ نکنند و از جنگ بگریزند. در لشکر جوانانی دلیر و شجاع در کار بود، برای همین این قسم مردم را در لشکر نگرفت. و برای یوشع ابن نون یک لشکری بسیار بزرگ تیار شد و همه آنها به طرف بیت المقدس حرکت کردند و در گرد بیت المقدس 6 ماه ایستادند، هم جنگ میکردند و هم بیت المقدس را از هر طرف گیر کرده بودند، بند کرده بودند. در این مدت 40 سال کسانی که گوساله پرست بودند یا اینکه کسانی که گناهگار و سرکش بودند آنها از بین رفتند، یعنی وفات کردند و اکنون نسل نو آمده بود و یکتا پرست بودند. یوشع ابن نون 6 ماه بیت المقدس را احاطه کرد، گیر کرد، جنگ کردند و آخران روزی که باید بیت المقدس آزاد میشد، بیت المقدس را فتح میکردند، روز جمعه بود و یهودی ها روز شنبه جنگ نمیکنند. برای همین روز جمعه آخرین روز بود. اگر بیت المقدس را آزاد کنند خوب، اگر نکنند روز
شنبه جنگ نمیکنن، باز کسانی که در درون بیت المقدس هستند آنها قوت جمع میکنند و باز جنگ یعنی مدت زیاد دوام میکنند. وقتی روز جمعه جمع کردن با مردم قلعه، با مردم بیت المقدس، تقریبا که قریب نماز شام شد، یعنی تاریک میشد، آفتاب به غروب میرفت. در اینجا یک معجزه بزرگی شد. یوشع ابن نون دعا کرد که پروردگارا آفتاب را نگه دار، یعنی آفتاب دیگر پایان نرود، آفتاب ایستد تا اینکه ما بیت المقدس را فتح کنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی فرمودند یگانه شخص یا اینکه یگانه پیغمبری که برای او آفتاب را قرار داد الله متعال یوشع ابن نون است. یعنی این یک معجزه بسیار بزرگ بود برای بنی اسرائیلی ها و آفتاب را الله متعال نگه داشت. آنها جنگ کردند، بیت المقدس را، فلسطین را آزاد کردند، فتح کردند. بعد از اینکه جنگ تمام شد آفتاب غروب کرد، یعنی تاریک شد. اکنون یوشع ابن نون برای بنی اسرائیل ها گفت وقتی به دروازه فلسطین می درآیید رکوع کنید، یعنی در حالت رکوع میکنیم همون خیلی سرهای خود را پایان کنید و بگویید پروردگارا ما را ببخش، پروردگارا گناه ما را ببخش و درآیید. یعنی به زبان عربی حطه می شود. حطه الله متعال فرمودند و اذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. و وقتا گفتیم با کی؟ با مردمی بنی اسرائیل درآیید به این شهر، فکلوا منها حیث شئتم رغدا، پس از آنجا استفاده برید چقدری که میخواهید. وادخلوا الباب سجدا، و وقتی که به دروازه بنی فلسطین می درآیید در حالت رکوع سرهای خود را پایان کنید و بگویید حطة نغفر لكم، بگویید پروردگارا ما را ببخش. الله متعال فرمودند ما میبخشیم شما را، یعنی الله متعال میگوید از ما بپرسید من میبخشم شما را، گناهایی که کردید میبخشم. و سنزید المحسنین، و به کسانی که نیکوکار هستند باز هم افزون میکنیم. وقتی که مردم بنی اسرائیل به دروازه فلسطین در آمدند اکثریت آنها سخن یوشع ابن نون را به مسخره گرفتند و پشت خود را به طرف دروازه کردند، سر را خم کردند. با جای اینکه بگویند حطه، یعنی به معنای که پروردگار ما را ببخش، آنها گفتند حنطه. حنطه یعنی گندم. با جای که بگویند حطه پروردگار ما را ببخش، آنها گفتند حنطه یعنی گندم، یعنی مسخره کردند و با بیت المقدس به پشت در آمدند. پس به سببی که آنها مسخره کردند الله متعال بر آنها عذاب را نازل کرد، بر آنها طاعون نازل شد. طاعون یک بیماری بسیار سخت است. خب علما میگویند که در این بیماری 20,000 بنی اسرائیلی هلاک شد. از قوم یوشع ابن نون 20,000 هلاک شد. پس آنها دعا کردند که پروردگارا ما را ببخش و از ما این بیماری را بردار و ما را نجات بده. الله متعال دعای آنها را قبول کرد و بیماری را برداشت. و از اینجا بنی اسرائیلی ها
شروع به تغییر دادن تورات کردند. یعنی هر چیزی که به آنها پسند بود در تورات میگذاشتند و هر چیزی که از احکام شریعتی دینشان به آنها معقول نبود آن را از تورات کور میکردند و به جایش چیزی که به آنها یعنی خواهش بود و میخواستند آن را در کتاب خود می نویستند که الله متعال در قرآن می فرماید یحرفون الکلمه عن مواضعه، یعنی کلمات را جایهای کلمات را تغییر می دادند. هر حلالی را که می خواستند حرام می کردند و هر حرامی را که می خواستند حلال می کردند. و همین طور یوشع ابن نون در بین آنها را نصیحت میکرد، آنها را دعوت میکرد. 27 سال دیگر یوشع ابن نون در بین بنی اسرائیلی ها زندگی کرد و بعد از آن یوشع ابن نون وفات کرد.